سوره بروج یعنی برج‌ها در مکه مکرمه نازل شده است و از 22 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والسماء ذات البروج. الله قسم می‌خورد به آسمان که دارای برج هاست. والیوم الموعود. و قسم به روز قیامت که وعده داده است در آن خلق را جمع می آورد. و شاهد و مشهود. و قسم به گواه یعنی روز جمعه و آنچه که به آن گواهی داده بود یعنی روز عرفه. مفسران در معنای این آیت خیلی اختلاف بسیار کردند. این بود تفسیر ابن کثیر. بجز الله برای هیچ کس سزاوار نیست که به مخلوق قسم خورد. اگر چنین کرد به الله تعالی شرک آورده است. قتل اصحاب الاخدود. اهل خندق ها هلاک شدند از برای آن که مؤمنان را عذاب دادند. النار ذات الوقود. و آتش افروختند از هیزم ها. اذ هم علیها قعود. آنگاه که بر کنار آن آتش نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. و آنان بر آنچه که با مؤمنان عذاب میکردند شاهد بودند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. و از آنها انتقام میگرفتند، عذاب میکردند مؤمنان را مگر برای آن که به الله غالب لایق ستایش ایمان آورده بودند. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید. آن الله که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و به هر چیز گواه است و چیزی بر او پوشیده نیست. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. البته آنان که مردان و زنان مؤمن را شکنجه دادند تا که آنها را از دین الله باز دارند سپس توبه نکردند عذاب جهنم و عذاب آتش برای آنهاست. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبیر. بیگمان برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند بهشت است که در آن دریاها جاری است و آن کامیابی بزرگ است. ان بطش ربک لشدید. البته انتقام گرفتن پروردگار تو از دشمنانش سخت است. انه هو یبدئ و یعید. اوست که نخست پیدا میکند و پس از مرگ زنده میسازد. و هو الغفور الودود. او بخشاینده و دوست دارنده است برای توبه کنندگان. ذو العرش المجید. او صاحب عرش بزرگ. فعال لما یرید. هر چی را اداره کند به انجام میرساند و چیز مانع اداره او شده نمیتواند. هل اتاک حدیث الجنود. ای رسول آیا خبر لشکرها به تو رسیده است؟ فرعون و ثمود. لشکرهای فرعون و قوم ثمود که آنها پیامبر خویش را دروغ برآوردند و به عذاب الله گرفتار شدند. بل الذین کفروا فی تکذیب. آره آنان که راه کفر پیش گرفتند آیتهای الله را تصدیق نکردند.
والله من ورائهم محيط. و الله از همه سو با علم و قدرت خود بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید. بلکه این قرآن بزرگوار و عالی قدر است. فی لوح محفوظ. در لوح محفوظ جای دارد و هیچگاه تبدیل و تحریف نخواهد شد.